طلب العلم فریضه کدام علم است؟ امام ابو طالب مکی رحمه الله کتاب نوشته به نام علم القلوب. ابدا قول را تشریح حدیث نقل کرده. هر فن از برای خود گفته است که مراد، بعضی گفتن که مراد از علم حلال و حرام یعنی علم فقه است. عده گفتن که مراد از علم معاملات است، او هم فرض عین است. عده گفتن که مراد از علم معامله قلبی است، این هم فرض عین است. بالاخره این قول جامع است که رسول الله فرموده طلب العلم فریضه. علم در زیر خود شاخه های مختلف داره. هر علمی که مهم است و ضرورت و از جمله ضروریات دینی انسان است، کسب از او فرض عین است، مشکل نداره. ما از روی سند گپ میزنیم. استناد امور دینی گفتم، کدام تضاد امرایشان ندارم. ما حنفی مذهب هستیم، ما از پیش خود تحلیل و تحریم هرگز نمیتوانیم. همیشه بکوشیم که حلال را و جایز را عقیده جایز داشته باشیم و حرام را عقیده حرام. اگر ما در انعکاس صورت بگیریم، حرام را حلال بدانیم، از ایمان خلاص میشیم و روا را ناروا و حرام بگوییم، هم از ایمان خلاص میشیم. همیشه میگیم که من نقل دارم. در این قسمت مطلب بسیار خوبی را در مورد طلب علم بیان کردن. بله، این قول ایشان کاملا درسته که طلب علم و خصوصا هر علمی که برای هر کسی لازمه فرضه و در میان این علوم علم باطن را هم داشتن فرضه، در این هیچ شکی نیست. منتها این بزرگان صوفیه سیفیه ما در این مورد یک لغزشی را دارن. این بزرگواران مدعی هستند که بله بیعت فرضه. بیعت صوفیه را با صغرا و کبرایی که خودشون درست کردن فرض میدانن. از ابن عابدین رحمت الله علیه مطلب آوردن از رد المحتار جلد یکش که بعد علم اخلاص و عجب و حسد و ریا اینا فرض عین هست. در هیچ شکی نیست که هر مسلمان باید بدانه که حسد کدومه، اخلاص کدومه. و از همین صغرا کبرا درست کردن که بله، چون وقتی که چیزی مقدمات چیزی که وقتی واجب بشه، لأن علم ما يتوسل به الى اقامه الفرد يكون فرضا. این مطلب را از حدیقه الندیه آورده، جلد 1 صفحه 323. وقتی که برای رسیدن به چیزی مقدماتی لازم است و بدون این مقدمات نمیشه برسی، لذا این هم فرض قرار میگیره. میخوان این را بیان بکنن که تزکیه فرض هست، در این هیچ شکی نیست، اما برای رسیدن به تزکیه مقدماتی وجود داره، لذا اون مقدمات هم فرض است و این مقدمات در نزد اینا فقط بیعت تصوفه. و بر همین مبنا این مطلب را البته اینجا کاملا نتونستن بگن، میخوام بگن که بله بیعت کردن با مشایخ و علما فرضه. اولا برادران گرامی، از علمای دیوبند من برای شما بخوانم. علمای دیوبند علمای جماعت تبلیغ هستند، چنانکه در همین کتاب المهند علی المفند صفحه 96 البته از ترجمه این کتاب که مولانا عبدالرحمن چابهاری حفظه الله ترجمه کردن، عقاید اهل سنت و الجماعت در رد وهابیت و بدعت، همین کتاب خلیل احمد سامپوری رحمت الله علیه. در صفحه 96 ایشان میفرمایند که این عقیده جماعت تبلیغه، چون ایشون پیر و مرشد مولانا الیاس رحمت الله علیه بودند. میفرمایند که به عقیده ما مستحب است چون انسان از تصحیح عقیده و مسائل ضروری شرع فارغ شود با شیخ طریقتی بیعت کند که در شریعت دارای قدمی راسخ و بی رغبت به دنیا و راغب به آخرت باشد، که گردنهای سخت و مشکلات در راه اصلاح نفس را طی کرده و با اعمال صالح خو گرفته و مأنوس شده و از اعمال بد منقطع و بریده شده و انسانی کامل مکمل باشد. اما علمای تبلیغ چی میگن؟ میگن که بله به عقیده ما مستحب هست که بیعت با شخصی کامل و مکمل صورت بگیره. همینطور که مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه نیز در فتاوای منبع العلوم جلد 3 در این مورد میفرمایند که جلد 3 صفحه 89 میفرمایند که حکم بیعت در تصوف مستحب است، به طوری که علامه طحاوی رحمت الله در بوادر و فتاوای امدادیه و غیره نوشتن و در دیگر فتاوای مثل فتاوای دارالعلوم و خیر الفتاوا احسن الفتاوا نیز این مطلب مستوره. و در صفحه 100 کتاب پرسش و پاسخهای ارزشمند برای جوانان ارجمند مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله فرمودند که بیعت به قول سنت است،
اما محقق آن است که قولا مستحب است و دست گرفتن در وقت بیعت کردن مباح است. البته تزکیه نفس به اصلاح آن واجب است، چنانکه امام ربانی رحمت الله علیه در جلد 1 مکتوب 48 صفحه 175 میفرمایند که فردای قیامت از شریعت خواهند پرسید. تزکیه شما را فردا قیامت خواهند پرسید، در این شکی نیست. از احکامات الله متعال که چگونه شما انجام دادی از این پرسیده خواهد شد. از تصوف نخواهند پرسید. دخول جنت و دوری از آتش جهنم، یعنی تجنب یا دوری از آتش جهنم، وابسته به انجام اعمال شریعت است، نه داخل شدن در گروه صوفیه. لذا مولانا محمد عمر رحمت الله علیه در جلد 3 منبع العلوم فتاوای خودشون صفحه 69 این مطلب را بیشتر توضیح میدن که نفس بیعت مقصود نیست. مقصود از بیعت اصلاح نفس است. مقصود از بیعت چیه؟ اصلاح نفسه. حال اصلاح موقوف به چیه؟ موقوف به ایجاد تعلق با فردی کامل و ذی صلاح و صحبت او، اگرچه بیعت نداشته باشد. اصل مقصد بیعت نیست. با یک انسان کامل و مکمل شما باشین و با ایشون تعلق داشته باشین، این باعث اصلاح میشه. لحاظا بیعت نکردن جرم شرعی نیست. البته بر او اصلاح نفس به وسیله بیعت باشد یا فقط به صحبت کامل واجب مهم است. همینطور در صفحه 75 فتاوای منبع العلوم جلد 3 این مطلب نیز آمده که صوفی بودن به معنای بیعت کردن و این مستحب است نزد جمهور علمای اهل سنت و جماعت، و راه تصوف اختیار کردن از حیث تهذیب اخلاق ذمیمه و تحصیل اخلاق حمیده واجب و فرض است به حکم قرآن و حدیث. این مطلبی جداگانه است. یعنی بیعت مستحب، اما حصول تزکیه این بر هر فردی فرض است. بعد در صفحه 347 جلد 3 همین فتاوای منبع العلوم آمده که در موضوع تعلیم و تبلیغ به 2 چیز باید توجه داشت و روی آنها باید قضاوت نمود. یکی تعلم، یعنی یاد گرفتن دین و اصلاح نفس خود. در این مورد باید گفت که تحصیل فرایض عقاید و فرایض عبادات بر هر فرد مسلمان، مرد باشد یا زن، فرض عین است، مانند فرا گرفتن توحید و نماز و غیره، و علم اصلاح نفس خود از رذائل نفسانی مثل کبر و غرور و نخوت و حسد و غیرها، و به مقدار قابلیت خود تبلیغ این امور به دیگر برادران و خواهران هم لازم است. اینطور نیست که علم کامل داشته باشه و تبلیغ کار عوام نباشه. البته برای تحصیل این امور، حالا همین امور تبلیغ را یاد گرفتن و برای تزکیه را حاصل کردن، اخلاص را حاصل کردن، می‌فرمایند که برای تحصیل این امور و تبلیغ آنها برنامه معین و صورت مشخص معین وجود ندارد که حتما باید به این طریق حاصل کرده شود و بس. همه مردم را لزوما باید به این یک نحو و در یک قالب مورد تعلیم و تبلیغ قرار داد. میگه همچین چیزی درست نیست که همه باید بیان صوفی بشن تا تزکیه را حاصل بکنن، بلکه میفرمایند که بلکه تحصیل آنها به عناوین مختلف و از مؤسسات و منابع متعددی امکان پذیر است. همه را بر یک مسیر تعلیمی و تبلیغی قرار دادن نیز تنگ نظری، یعنی تضییق و تحجیر در تنگنا قرار دادن در دین است. آری این هم محل انکار نیست که بعضی طرق تحصیل از بعضی طرق دیگر آسانتر و اسهل‌تر است. اینجا جای شکی نیست. مثلا از جمله طرق تحصیل امور تعلم است در مدارس دینیه. کسی بیاد مدرسه را خوب بخوانه و با طبق همین چیزی که میخوانه علم عمل بکنه، برای این هم تزکیه حاصل میشه. و ذکر فکر است در خانقاه‌های صوفی متشرع، یعنی پایبند به اعمال شریعت، و مصاحبت است با اهل دل و بیرون رفتن است در جماعت‌های تبلیغی و غیره. این هم در آخر مولانا رحمت الله علیه بیان کردن که بله، برای تحصیل اخلاص و دوری از دیگه عجب و ریا و حسد برنامه خاصی وجود نداره. گروه‌های مختلف و طریقه‌های مختلف برای تحصیل اخلاص وجود داره که یکی از یکی بهتر و آسانتر و با ارزش‌تره. لذا ادعای این بزرگواران اگرچه در این قسمت این را کاملا بیان نکردن، ولی میخواستن همین مطلب را بیان بکنن ما بین زبانشون، چون اینجا کتاب ها هست در جلوی بنده از کتاب های این بزرگواران، که همینطوری که این کتابی که هست که تطهیر السیف عن تلبیس جماعت تبلیغیه، اینا در همین صفحه 16 همین کتاب هم این مطلب را کاملا نوشتن. به قسمت دیگر که انشاءالله آخرین قسمت از این سخنرانی خواهد بود با هم گوش میکنیم و میرسیم به شبهه آخری این بزرگواران در مورد دین و دیانت و جماعت تبلیغ.